پس عزیزان این مسئله هست که از اینکه ما دیگر به آسانی هرچی گفتن قبول کردیم، اینها هم گفتن میگیرن. و خیلی چندین بار گفتم اگر امروز با کشیدن حجاب همگی راضی شدیم و گفتیم ما 3000 دادن هم میتوانیم، یا نه ما از بحر این باغ و باغچه همون بر آمدن هم میتوانیم، باور کنید فردا چیزهای دیگر هم میگوین که با آن هم باید سرخم کرد و با سریخم و با این تحقیر زندگی کردن در دنیا بهتر نیست مرگ باشد، مرگ با شرفه، یا غربت، بیچارگی، تنهاگی، اما با عزت خودت باشی. کسی به تو نگوید این را بپوش، آن را بپوش، این را بگو، آن را نگو، این را بکن، آن را نکن. آره همه دولت قانون دارد، همه جا جریمه خود را دارد، اما قانون برای حجابی که خیلی گفتم کل دنیا این را قبول دارد. در اروپا و در امریکا به نزدیکی بود، در کانادا بود، خواهر محجبه تاجیک داشت از دکتری فخر بود برای آن ملت که هم جایزه گرفت و در رادیو آزادی دیده بودم خطا نکنم. سبحان الله، ما باشیم چیکار میکنیم و دیگر دولت ها دارن چیکار میکنن، ولی خواهرانی که مرا میشنوید یا بیرون از تاجیکستان هستید یا داخل در تاجیکستان هستید، نگذارید، اجازت ندهید با دین شما این گونه مسخره بازی کنند، حجاب شما را این گونه با آسانی بکشند. اصلا می توانیم از بحر کل دنیا برایم، اما یقین بدانید صاحب کل دنیا الله هست. الله شما را به حمایه گرفت، کسی نمی تواند از حمایه او شما را به خواری و ذلت کشاند. فقط که باید ایمان قوی بود، استوار بود و غیرت داشت به حجابم، غیرت داشت به دین خود، و در چه حالت باشد هم کمترین مبارزه رو که ما نمیبینیم، بالاترین مبارزه رو نمیدونم از که انتظار شویم، اما با آسانی از بحر حجاب خود نبرایید. حجاب شما ناموس شما هست. نگذارید دو سه خلط پوشه، دو سه شم کستم زده، دو سه کرسی نشینه که انشالله مرگ اینها هم به نزدیکی است. انشالله در روز قیامت و در قبر و در همین دنیا هم اینها جواب میگویند در نزد قانونگذار حجاب، در نزد پروردگار یگانه. نگذارید در نزد اینها تجاوز به حجاب شما باشد.